که روی استیج بیان و سخنان خود برای ما بشنوند. جناب حاجی صاحب می‌روم. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه دوستا و بزرگان که اینجا تشریف آوردن، سلام و سلام بر جناب که نام زیبایی در عالم دنیاست. ما بسیار خرسند هستیم، بسیار خوشحال هستیم که در قشر زندگی میکنیم که جوانهایش پر از افتخار، پر از انرژی، پر از نیروهایی هست که ما میتونیم سر اونها حساب کنیم. مثل از این کمپ دلاوران که صادق مجیدزاده آغاز کرده، مثل از دیگر دوستهایی داریم، دیگر ورزشکارهایی داریم که ما میتونیم که با نام آنها افتخار بیاوریم بر کشور ما، بیرق خود بالا بسازیم. ما از طرف چینل خود و شبکه‌ای که یوتیوب چینل ما هست اینا را زیاد تشویق میکنیم و تشکری از جناب صادق مجیدزاده میکنیم که در این عرصه بسیار کوشش‌های زیاد کرد. ما میدیدیم و شاهد بودیم که چقدر زحمات در عرصه از این کمپ ساختن و کوشش‌های زیاد کردن. ما بسیار تشکری از دوستانشان میکنیم، حمایتگرایشان میکنیم و سلام.